به نام خدا. امروز جمعه 30 شهریور 403. اینجا عمق جنگل های مازندران، البرز مرکزی. اومدیم اینجا اتراق کردیم. اینم از آتیشمون، اینم از چادرمون. بعد همینجوری اتفاقی من رفتم از تو ماشین یه چیزی بردارم بیارم. بچه ها 3 نفری تو چادر نشسته بودن. یه دفعه دیدم یه روباه پشت چادر ما. بعد گفتم بچه ها روباه رو ببینید. حالا روباه همینجاه، اینا هاشش تصویر دارید میبینید. دور و بر ما قدم میزنه. عجب چیزیه، عجب صحنه ای دیدیم. تا حالا با اینقدر فاصله نزدیک روباه تو طبیعت آزاد بغل خودم ندیده بودم. میاد در حد مثلا 1 متر 2 متری من میشینه. ها علامتی از میبینی هم میشه میگه رو چقدر باحاله. آها از این رنگا داریم. فکر نکنم بخوره بیسکویت. میخوره نداریم دم دست نی.